سلام دوستان عزیز. امروز نقل تصویری ما درباره نوح پیغمبر است. ما می‌دانیم که شما شنیده اید که یک وقتها نوح بود و در آن وقت طوفان بود. امروز ما می‌خواهیم که شما درباره حیات نوح پیغمبر دانید، پیغام نوح پیغمبر درباره چی بود و خود نام نوح چی معنا دارد. رفتیم. حکایه درباره نوح پیغمبر. نه برای من تو بیایب. تو دلی من یافتی، اما دیگر تمامی آدمیزاد رسوا شدگی. همه آدمای فکرش فقط گناه کردن. چی خیل خداوند، اولی منم می. همه اره راست برآمدگی. هیچ کس خدا نمیگوید. من آفریدنی آدمیزاد پشیمان شدم. همشه با قطعی حیوان‌های چونچخان نیست که میپرتم. خداوند من بر رحم کن، اویلم بر رحم کن. تو کشتی کلان ساختنده در کار. من گفتگی با این ساز. کشتی ساخته شوی من تمام دنیا و آبخیزی میفسانم. همه آدمای تمام روی زمیننگی حیوان و چونچخاقتی نیست و نابود میکنم. خداوند همه گپی گفتگی تا اجرا میکنم. این نقل تصویری را ما از روی کتاب مقدس تشکیل کردیم. از وقت آدم تا نوح آدم ها از خدا باز هم دور شدند و چقدر که دور شدند ظالمی پر شد و آدمیزاد از گناه پر شد و هر فکر و عقیده آدمیزاد گنده بود و خداوند دید این چیز را و غضب خدا آمد و خدا خواست که این دنیا را نیست نابود کند، چون که همه جا از گناه پر بود. سام، هام، یافت، پسرام کن اینجا بیتون. این شب خداوند من با گفت که یک تا کشتی کلان سازیم بوده است. خدا آبخیزی که همه نیستو نابود میکند. Дадо, кишти чика калон шуда наш дар кор ки? дарозиш 130 метр, бараш 22, баландиш 13 метр. اوه این قدرم کلان. شما دیدید که این اندازه هایی که خدا خودش به نوح داد، درازش، برش، بلندی، این همون تناسبه که امروز هم در زمان ما کشتی سازها استفاده میبرند که کشتی کاملا استوار در روی آب ایستد و این نشان میدهد که کسی که این چنک را داد خودش همه این طبیعت را آفریده است و میداند که کشتی باید چه خیر باشد و این کسی که نقشه را با هر چنکایش داد به نوح، در این نقشه یک در ماند که ممکن چند در باشد، آسان بود برای حیوان ها آمدنش، لیکن یک در داد و این رمزی آن بود که در آینده در دیر وقتی که عیسی مسیح میبید او میگوید که من در هستم، هر کسی که به واسطه من میدراید نجات مییابد. من آمدم که گوسفندانم حیات داشته باشند و حیات فراوان باشد. اویلی خودمова сони ҳар намуди ҳайвон яктаи моддаи наракам гифта намонда кун. این همه حیوان‌های ما چهل می‌قپیم. دادا این حیوانهای ما چی خیل جا میکنیم. وای شیرها مایه نمیخورد می؟ ман надонам я бо аввал киштӣ созем чи ӯсуниши худо худаш ҳисобаша меёвад. лекин донитон ки ин киштӣ мои наҷот метиҳад. ҳамба бачаҳом, ин кор дигар кори муҳим нест. و اکنون وقتی که نوح پیغمبر شنید که این تمام دنیا نیست نابود می شود، یک مقصد اساسی داشت که کشتی سازد. کشتی این نجات آنها بود و دیگر اکنون معنای خانه سازم، جا کنم، توی و دبدبه نکنم، بایگری بیارم، هیچ دیگر معنا نداشت برای که همه این چیز نیست و نابود می شد. مدکن خداوند ин ҳама расвогӣ дида тоқатам тоқ шуд. одамонда тарси худои виҷдон намондагӣ
ана оилаи худам баян фақат ҷангу ҷанҷол. Худо, ман ба раҳм кун. қуввате ки ҳамин киштӣ аз рӯи гуфтагиҳо тезтар тайёр кунем. که شما امروز میبینید که در گرد و اطراف همه جا فساد، دروغگویی، نیرنگ، فریب، دزدی، آدمکشی پر شدگی. هر کس برای منفعت خود فکر میکند که چقدر بسیار فایده به دست بیارم، فرقش نه با کدام را فریب میدیم، آدم میکشم، یا هم میخواد یک فایده خودش، نفع خودش، یا که یک عیش و عشرت خودش باشد. انا همین خیلی در وقت نوح پیغمبر هم بود. киштии хоначаҳоро тақсим кун, дарунашанд сиети ошона бошад. дадо киштива кайба медароем? аввал ҳамаи ҳайвонҳои дарорем, сони худамо медароем. 120 сол киштӣ сохтем. Акун бо 100 соли дида авпушти ҳайвонҳо медавем не? 120 سال آنها کشتی ساختند. این وقت به حد دراز. در وقت ما، در زمانه ما، اگر آدم دراز عمر بیند، شاید 120 سال عمر بیند. یا که عمر 2 نفر آدم که 120 سال. شما تصور میکنید که در 120 سال وقتی که نوح پیغمبر با فرزندانش کشتی میساخت، بسیار پرطاقت بودند. худованд гуфт ки ҳайвонҳо худашон нару мода пеши мо мебиён. мо фақат аз ҳайвонҳои ҳалол ҳафтаи нару мода гифтанам дакор. ина бинитон, ҳайвонҳо омадост. Тезтар дари киштии калон кишоем ки ҳамаш дарод. тезтар дароитон, тез, борон бордина сар кард. келино дилото ганда нашавад. акнун чӣ илоҷ? акои уколҳотон оилатон муваққиф шудан нахост, дар бораи худо шунидан нахост. худованд шумова сабру тоқат диҳад. ҳеҷ ким ба осон не. ҳамаи ҳамсоямо хешу таборамо мемурад. мо ягон тайвайҳои дигар намебинем. худованд мова сабру қувват диҳад. вайҳо мемурад. мо вайҳои ҳеҷ вақт дигар намебинем. شما میبینید که 120 سال نوح پیغمبر کشتی میساخت و این کشتی خورد نبود، کشتی بسیار کلان بود که همه میدید و این رستکی نبود. ولی افسوس که ما میبینیم آدمیزاد دلشان سخت بود، آنها نخواستند به پیغام نوح پیغمبر اهمیت دهند. آنها بسیار بند بودند با عیش و عشرت خود، با زندگی خود که امروز باشد، امروز من میکنم، امروز میخورم، امروز مینوشم، امروز حلاوت میگیرم. ولی نوح با تیشه خود، داغبلغه خود کشتی میساخت. هر یک تختقه نوح صدای آگاه به مردم بود که های مردم، طوفان می آید. борон муҳими чӣ? худашам расо 40 шабу 40 рӯз бориде, рӯи замин ба ҳеҷ чиз намондагист. аммо байн якчанд моҳи дига гузашт. кафтари фисондагим гашта омад. ҳама ҷо ҳолиам таги обанда. бачаҳо, хабари нағз. об анча поин фурондааст. замин хушк шудааст. ана кафтар якта шохчиқити гашта омад. хайрият, 1 сол боз киштиба шиштим, а? ҳаматон а киштӣ бироитон, ҳайвонҳову чумчуқҳои сартитон. ҳаматон рафте замина насли худатон кади пур кунитон. бачаҳом, худоро шукр ки мо зиндаи саломат биромдем.
битон аввал худоро қурбонӣ кунем. در طوفان نوح و عائله‌اش تنها 8 نفر آدم زنده ماندند و هر یک حیوان‌هایی که به کشتی داخل شدند بیرون از کشتی همگی نابود شدند. می‌دانید این رمزی چی است؟ در انجیل در قسم یکم پتروس چنین گفته است: آنها در زمانهای نوح به خدا اطاعت نکرده بودند. هنگامی که نوح کشتی را می‌ساخت، خدا با صبرانه انتظار بود که آنها توبه کنند. اما در کشتی از آب طوفان تنها 8 نفر نجات یافت. این حکایت تصویر تعمید یعنی رمز شستن گناه‌ها در آب است که شما را به واسطه قوه زنده شوی عیسی مسیح نجات می‌دهد. به جا آوردن تعمید شستن چرک بدن نیست، بلکه به واسطه آن شما وعده می‌دهید که وجدان خود را پاک نگاه می‌دارید. مسیح به آسمان برآمده از دست راست خدا نشست و همه فرشتگان قوه‌های نیک و بد روحانی زیر دست او شدند. اوه چی فورم از قربانی آدمی که همه گپ‌های من اجرا میکند. دل آدمیزاد همه وقت بعدی بکشو. لیکن من وعده میتیم که دیگر زمین ابروی آدم لعنت نمیکنم و جان زنده پر نیست و نابود نمیکنم. همین وقت سر کرده تا زمین های وقتی کشت درو می شود، وقتی خنکی و گرمی، فصل تابستان و فصل زمستان به شب و روز بس نمیشد. نگاه کنید آن. آسمان با کمان بوینک یک چیزی رنگ و رنگ پیدا شد. من شما وعده میتیم که دیگر جان زنده آبخیزی که نیست نمیکنم. این رنگین کمان نشانه همین عهد و وعده من. اکنون وقتی که باران میبارد و شما میبینید که رنگین کمان پیدا میشود، شما دانید که این رمزی آن است که خدا به نوح و به واسطه نوح به هر یک ما وعده داده است که این زمین را دیگر با طوفان نیست نابود نمیسازد. اما گناه های ما باز هم زیاد شده ایستاده است و تمام آدمیزاد باز به گناه غرقیدند. اما این دفعه خدا با طوفان نه، اما با دیگر را جزا می‌دهد. چه که پیشتر گفتم این طوفان رمزی تعمید آبی بود. وقتی که پیغمبر یحیی عیسی را می‌بیند درباره عیسی چنین میگوید: او با روح خدا و با آتش تعمید می‌دهد. در دست او برای باد دادن گندم 3 شاخه تیار است. او خرمنش را تازه کرده گندم خود را به انبار جمع می‌کند، ولی که را در آتش خاموش نشونده می‌سوزاند. همه آن کسانی که عیسی مسیح را قبول می‌کنند و همون یگانه راهی که یگانه دری که داخل می‌شوند و نجات می‌یابند، با روح خدا تعمید می‌یابند. اما کسانی که بیرون از در، بیرون از کشتی، همچون که به آتش پرتافته می‌شوند. پیغام نوح پیغمبر در دوره خود درباره آن بود که طوفان نیست و نابود میکند و کشتی یگانه نجات است. اما پیغام نوح برای ما در زمان ما این است که در آخر زمان خدا زمین را با آتش نیست و نابود میکند و یگانه راه و یگانه در عیسی مسیح است. اکنون شما میتوانید مانند دوره نوح در عیش عشرت و حیات خود که آواره باشد و با پیغام های خداوند اهمیت ندهید، اما مانند نوح شما میتونید که اطاعت کنید و به عیسی مسیح ایمان آورده نجات یابید که او در است. اکنون هر یکی ما به خداوند شکرگزار باشیم که خداوند حالا همین در را، عیسی مسیح را گشاده ماند که هر یکی ما بیاییم درآییم نجات یابیم. اکنون انتخاب در دست شما است. پربرکت باشد و اگر شما شوق داشته باشد شما میتوانید دیگر ویدیوهای ما را درباره پیغمبران تماشا کنید.